سلام. یه نکته خیلی مهم در مورد نذر که شاید مشکل خیلی ها با دونستنش حل بشه. اون نذری واجبه که ما صیغه‌اش رو درست خونده باشیم. بله، نذر هم صیغه داره و این مفهوم رو رسونده باشه به هر زبانی که باشه. البته باید به زبان بیاره، تو نیت باشه کفایت نمیکنه. این که به زبانش بیاره، مثلا اگر مشکل من حل بشه، این گره من باز بشه، بیمار من شفا پیدا بکنه، برای خدا یا در راه خدا بر من واجبه که مثلا 100,000 تومان بدم یا یک قربانی سر ببرم. اگر این رو به زبان بیاره و قصد بکنه، نذرش منعقد شده. هر وقت به حاجتش رسید باید نذرش رو ادا بکنه. اما اگر اینطور صیغه نذر رو نگفته باشه یا غیر خدا رو خطاب قرار بده، مثلا بگه یا امام حسین اگر بیمار من شفا پیدا بکنه یا این مشکل من حل بشه، من هر ماه محرم قربانی سر میبرم، این نذر منعقد نشده، این نذر درست نیست. هرچند اگر انجام بده گناه نکرده ها، اما براش واجب نیست که نذرش رو عملی بکنه. این رو بفرستیم برای همه افراد تا با احکام نذر آشنا بشن. در پناه خدا باشین. یا علی مدد.